we're going to look at basic vocabulary of time. امروز ما درباره لغت ساعت حرف میزنیم. وقت و ساعت. اگر که شما با یگان کس درباره وقت و ساعت صحبت کنید، این لغت رو به شما دانستن لازم هست. Clock face. Clock face. روی همین ساعت میگن clock face. همون کدومی که کوتاه‌تر هست، ساعت ها رو شما با نشان میدید، میگن hour hand. یعنی که دستی همون ساعت، کدومی که ساعت شما با نشان میدید. دیگر دستش مثلا میگن minute hand، یعنی که دقیقه ها رو شما با نشان میدید. در این وقت مثلا با شما لغت هاشو میگذاریم. رقم های اگر نگاه کنیم 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مثلا از 1 تا 12. از لغت اول سر میکنیم که مثلا با زبانی تاجیکی ما میگیم دقیقه. minute میشه و دقیقه. اگر از 1 تا زیاد باشد شما در آخرش مثلا حرفی اس میمونید. minutes از 1 زیاد باشد. اگر که شما درباره ثانیه حرف زنید second از 1 تا زیاد باشد اگر اس میمونید در آخرش میشود seconds. یعنی که hour میشود ساعت. اگر که با 1 تا اس یک جای کنید از 1 تا زیاد. ساعت ها hours میشود از 1 تا زیاد باشد اگر. Every hour has a 60 minutes in it. نیم ساعت مثلا نصف همین ساعت 30 دقیقه دارد. یعنی که نصف برای همین میشد half. 15 دقیقه مثلا اگر که half با از ریاضی نظر کنیم اگر ما همچنان می نویسیم half. yes؟ نصف همین 30 دقیقه دارد. برای همین half میگن نصف ساعت. از این درجه نگاه کنید اگر 15 دقیقه در ریاضی ما میگیم quarter. 1 quarter یعنی که یک از همین ساعت رو به 4 تقسیم کنیم اگر هر کدوم همین رو 15 دقیقه دارد. Every quarter of a clock it has 15 minutes. یعنی که در ریاضی ما quarter رو همیشه می نویسیم. یک توی همین می شود 1 quarter. مثلا باید با لغت های دیگر رو نظر کنیم. اگر two می شود از همین destined hand از شش که این طرف که گذشت ما میگویم که two یعنی که تا کدام ساعت. اگر که ساعت 12 و 15 دقیقه باشد 12 و 45 باشد اگر ما میگویم که quarter to 1. quarter to 1 یعنی که بعدی 15 دقیقه ساعت میشود 1. اگر که ساعت 12 و 15 دقیقه باشد از 12 15 دقیقه گذشته باشد ما میگویم quarter past. that میشود to that میشود past یعنی که گذشته. مثلا to میشود از همین کم. past میشود گذشته. از کدام ساعت چند دقیقه که گذشت شما همون رو میگوید past. مثلا 5 دقیقه گذرد اگر 12 11 و 5 دقیقه از 11 گذشته باشد شما میگوید که 5 past 11. half past میشود نصف. 30 دقیقه گذشت half past یعنی که نصفی همون ساعت میگن half past. 30 دقیقه گذشت half past میگن. اگر که ساعت 11 و 30 دقیقه باشد اگر ما میگویم اگر یکون کس شما پرسد که what time is it شما میگوید که it's half past 11. half past 11 یعنی که 30 دقیقه از 11 گذشت. با یک دیگه مثلا quarter to ما شما بگفتم که اگر ساعت 12:45 باشه دیگه ما میگیم quarter to 1 یعنی که بعدی 15 دقیقه ساعت میشود 1. quarter to 45 دقیقه انا اینجا به میشد quarter to 45 دقیقه باشه دیگه quarter to میشد یعنی که با 15 دقیقه ساعت میشود. quarter past فقط در همین 3 استفاده میشود. اگر که دستی من این دقیقه در اینجا باشد و این فرقش نیست کجا به هست میگویم که quarter past 12. اگر که ساعت 12 باشد اگر مثلا
ساعت که 12 باشد اگر ما میگویم it's 12 o'clock. It's 12 o'clock. اگر که فرقش نه کدوم باشد، یک هم باشد، ساعت یک باشد، دو باشد، 4 باشد، فرقش نه. اگر که ساعت یک باشد میگویم it's 1 o'clock. It's 4 o'clock. همین رو استفاده میبریم. اینجا اپوسترافی دارد. همین دید که وقتی نوشتم به شما همین دونستانتون در کار. 12 o'clock, 1 o'clock, 4 o'clock. یا که اگر اینجا باشد اگر اهمیت دید این حرفی خاموش. برای همین این رو شما تلفظ نمیکنید، فقط میگوید hour. همین شما با شاید که کمک رساند تا دیدن تا درس آینده.